زمان ما با یکی از جاهایی آمدیم که در هیچ یکی از برنامه‌های زمان تا حال نرفتیم. خب اول بر ما بگوین که اونجا رو برتان نشان بده میانت. نه تا که نگوی نشان اونجا رو بده میانی برتان نمیگم کجا آمدیم. ما شنیدم یکی خوش داره که بفهمه کجا آمدیم. خب حالا خب اینجا رو دیدین که چه قسم جای است. حالا اینجا کجا هست؟ مربوط به کدام زمان میشه؟ با چه خاطر استفاده می شده؟ باید به این خاطر داخل بریم و پیدا کنیم. کلیش بهش خودم است. چقدر دروازه گرنگ است. این دروازه معلوم میشه که درونش چوب است. اینجا سوراخکایی که داره چوبش معلوم میشه و درش آهن گرفته شده و این زنجیر رو ببینید. این زنجیر معلوم میشه که بسیار زمانهای دور است و این تو یک دروازه محکم، دروازه یک خانه عادی یا یک جای عادی نیست. معلوم میشه که اینجا یک جای بسیار مهم بوده. میریم داخل. همونطور که شما می‌بینید اینجا یک دهلیز بسیار زیاد طولانی هست و تنها دهلیز نیست، در کنارش اتاقای هم وجود داره. ما میریم یک دفعه می‌بینیم، پس میایم براتون میگم، باز با هم میریم دوباره داخل می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با خدا ترسیدم. خب شما باید امروز ما ببین کم بیشتر، چرا که من از واقع میترسم. در نیمه دهلیز یک دیوار دیگه هم هست که یک سوراخ کلان درش دیده میشه و معلوم میشه که این سوراخ هست کدام دروازه بوده، یعنی که دروازهش کنده شده. ببینید اونجا چوبا هست که بر ما را نشان میده که اینجا زمانی یک دروازه بوده که این قسمت این طرف دهلیزه از این قسمت جدا میکرده. و کم پیشتر میریم. در قسمت آخری دهلیز یک تا تاقچه هست و بالا شام سرش یک بار و این قسمت دیوار که ریخته و ما در اینجا چی رو میبینیم؟ این مربوط زمانهای بسیار 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 دور کابل جان هست که بعدا روی ازی صحبت خواد کردیم. اینا رو ببینین و ما حساب نکردم چند دانه اتاق است. 1 2 3 4 5 اتاق این طرف است، 5 اتاق این طرف است. این یک اتاق بسیار کلان است. حالا ما براتون میگیم که ما کجا آمدیم. این قسمت فعلا به نام قلعه کهنیت میشه، ولی گفته میشه که یکی از زندانهای زمان امیر عبدالرحمن خان است. امیر عبدالرحمن خان پدر امیر حبیب الله خان و امیر حبیب الله خان هم پدر شاه امان الله خان است. اینا شما باید حدس بزنید که مربوط به کدام زمان میشه. همونطوری که شما وقت داخل میایین از سر صورت ساختمان معلوم میشه که یا اینجا دیپوی اسلحه و مهمات بوده یا هم یک زندان. معلومات البته در رابطه با اینجا ما بسیار جستجو کردم، معلومات زیاد در دست نیست. کتابا رو جستجو کردم، آبدات تاریخی رفتم و از کسای دیگه پرسیدم که معلومات کافی وجود نداشت، ولی اما قدر که معلومات وجود داره گفته میشه که اینجا یک زندان بوده و در زمان خودش اینجا زندانیای نگهداری میشده. شما اگر ما شما جای تاریخی که میریم، یک چیزی که بسیار بسیار زیاد بر ما واضح میسازه که اینجا یک جای تاریخی است، امو ساختمان و موادی که به خاطر ساختن و ساختمان استفاده شده است، مخصوصا خشت. خشتای زمان یک قسم مربع شکل بوده و اینجا هم شما میتونین ببینین قسمت ها اینجا فرو ریخته، ولی اینجا خشتایش معلوم میشه. و ها این اتاق یک دانه کلکین کلان هم داره.
قسمتشون فرو ریخته، اگر توجه نشه شاید بیشتر خراب شوه اینجا. اما خب همونطور که ما داخل اینجا شدیم، در داخل این ساختمان یا این قلعه بهتر از براتون بگویم، هیچ نقش و نگار نیست، هیچ رنگ دیگه دیده نمیشه، بسیار ساده هست و معلوم میشه که یک جایی بوده که به خاطر نگهداری چیز استفاده میشد. اگه یادتون باشه ما به قلعه کله پشته رفتیم و اونجا دیپوی اسلحه و مهمات بود، ولی تقریبا به همین ساختمان بود، یعنی همین قسمت چتش به شکل کمان بود ولی کلان بود. خب کمی بریم پیشتر. دیوارش چقدر بردار است، این خودش ثابت میکنه که چقدر یک جای قدیمی و تاریخی است. و یک چیز دیگه که ذهن من رو بسیار درگیر خود کرده ای است که این چه قسم زندان بوده. آیا این دروازه داشته اینجا؟ مطمئنا در زندان ها پنجره می باشه. این دیوار رو ببینین، این قسمتش تقریبا یک بلستجایش با بقیه قسمت های دیوار فرق میکنه. امو پلسترش، امو رنگش، این خودش بر ما میتونه این رو ثابت کنه که در اینجا یک پنجره، یک دروازه چیزی بوده. در خود دهلیزای ازی هم هواکشایی وجود داشته که هوا را میتونه سجه بیرون بره. یک چت دیگه که از این اتاق ریخته، یک قسمت ریخته زمین، او بر ما ثابت میکنه که چقدر قسمت چتی چی است بردار هست. و میفهمین یک چیز دیگه ای که ما فکر میکنم آیا در اون زمان زندانی ها میتونن اینجا فرار کنه یا نه. من بسیار علاقه دارم بفهمم که در اون زمان زندانی‌ها چگونه نگهداری می‌شدن. همونطور که می‌فهمیم، همونطور که انسان‌ها همگیشان دارای حق و حقوق هستند، زندانی‌ها هم یک سری حق و حقوق دارن که باید او چیزا به عنوان یک انسان هستن مد نظر گرفته شود. ما بعدا روی یک ذره باید جستجو کنم، براتون پیدا کنم که در گذشته از زندانی‌ها چگونه نگهداری می‌شدن. باید اقرار کنیم که در 4 دهه جنگ داخلی در افغانستان در پلیس ساعات باستانی آبادات تاریخی موزیم ما، آرشیف ملی ما، بسیاری از اسناد و شواهدی که وجود داشته یا عریق شده یا به یک شکل سرقت شده، بنابراین تا فعلا چیزی وجود نداره. اگر داشته هم باشه ما در تلاش هستیم که بتونیم یک اسناد درست براتون پیدا کنیم. اما مقصر اصلی 4 دهه جنگ است که همه چیز ما را گرفتن. در پاریزی که جان مردم افغانستان گرفت، مالش گرفت، یگانه میراثی گرانبهایش که فرهنگش بود، داشته‌های تاریخی و بازساعات باستانی بود و هم در امان نماند و بالاخره یا به یغما بردن و یا از بین بردن. اما زندان‌ها عموماً خب با مو شکل و با مو تمدن او زمان اعمار میشد. شکنجه های بسیار خطرناکی وجود داشت. شاید ما در تاریخ یونان میخوانیم که با چه شکل ظلم بر زندانی ها میشد، سر بریده میشد، حتی به درخت ها بسته میشد، به شکل از هم پاریده میشد و یا ای که در نزد حیوانات منداختن گلادیاتورها را به خاطر از اینکه تفریح کنند. اکثرا شاهانی که در دوره تاریخ خصوصا در دوره یونان رو ببینین، شاهان و ملکه ها به خاطر خوشگذرانی، به خاطر تفریح خود در یک جمنازمی به نام گلادیو یا به نام قهرمان زندانی ها را بین خود منداختن یا در نزد شیر منداختن. یا جمله جزاهایی بودن که در اون زمان چون نه قانونی بود، نه مقرراتی بود، نه حقوق بشری موضوع را داشتن و به هر شکلی که زمامدار امور یا زمامدار اون زمان میخواست مجازات صورت میگیره. در مورد زندان‌های افغانستان یا به حساب شاهان افغانستان
کدام معلومات دقیقی که از دوره تاریخی باشه وجود نداره. اینجا را اگه می‌بینین در ذهنتان سوال خلق میشه باید بگیم چون اینجا مربوط به هتل کانتیننتال میشه. این ساحه از یگان قسمتش به عنوان دیپو استفاده میکنن و این وسایل که می‌بینین اینا وسایل دولتی هستن که در اینجا نگهداری میشن. خب یک چیز ما می‌خواستم براتون بگویم. ببینین براتون چی را نشان میدم. برش فکر کنم پوچک و آوان میگن. در زمین فرو رفته و من از چند نفر که اینجا بود پرسان کردم گفتن از اینا اینجا بسیار زیاد بود. بسیاریش بعضیا بردن و فروختن چون آهن فروخته میشه دیگه. آلیده اینجا هستم. من ایره دست نمیزنم و از شما هم تقاضا میکنم اگر به جای تاریخی میرین با همچین چیزای شما سر میخورین لطفاً بهشان دست نزنین که میتونن خطرناک باشن. قلعه تاریخی ما در ساحه هتل کانتیننتال موقعیت داره و قبل از اینکه ما به اینجا بیایم به ریاست آبدار تاریخی ما زنگ زدم تا معلومات در مورد این قلعه یا زندان تاریخی بگیریم. گفتن معلومات زیاد در دست نیست اما اونا اینجا آمدن اینجا دیدن کردن و قرار است که اینجا بازسازی شوه، مرمت شوه و از اینکه تخریب شده جلوگیری شود چرا که بسیار از قسمتش معلوم میشه که فرو ریخته. اگه به اونا توجه صورت نگیره ممکن اینا تخریب شوند و از بین برن. آبدات تاریخی هر کشور براش بسیار زیاد با ارزش است. چی که قصر باشه، مسجد باشه، معبد باشه، زندان باشه، باغ باشه، حالا هر چی باشه. اگر اصالت تاریخی داشته باشه باید نگهداری شه. ما تقریبا با آبدات تاریخی کشور ما با جایی که بوده رفتیم و این فکر کردیم که افغانستان پر از آبدات تاریخی است که از بسیاریش مردمش خبر نداره. از بسیاریش ما هنوز نمیشناسیم. ما خود اولین بار به یک جای میایم که یک زندان هست و مربوط به 10 سال قبل از ما میشه. همونطور که شما می‌بینید این ساختمان به شکل مربع هست و این هم کلکینچه‌یکایی است که مربوط به هر اتاق میشه. در هر طرفش 5 اتاق است و اینجا یک دانه برج کلان است که من فکر کردم حتما داخل از این میشه برم ولی راه نداره، هیچ راه نداره، کاملا بینش پر میباشه. فقط یک دانه کلکین پنجرهش باقی مونده که نشان میده همه کلکینا پنجره داشته و تو که فعلا شما می‌بینید که باز هستن نبوده. در کنار این قلعه برجای هم وجود داشته. اینه که شما میبینید یکی از همون برجا هست که در چندین دانه در 4 اطراف این قلعه موقعیت داره وجود داشته که فعلا فقط اینمی دیوارش باقی مانده و میبینید که یک تا کلکینک هم داشته. دیگه چیز خاص ازش باقی نمانده. امیدوار هستم وقتی که اینجا دوباره بازسازی شد این قلعه دوباره جور شوند. دیروز و امروز کابل شما میتونین که اثر این تپه ببینین. معمولا قلعه ها و برج ها در سر تپه ها ساخته می شدن که از دسترس مردم به دور باشن. شما پایینه میبینین چقدر بلاک های قشنگ تعمیرات ساختمان های قشنگ کابل جان ما معلوم میشه. من خود لذت میبرم از دیدن این ساحه. در این زمان ما شاهد یکی از زندان‌های دوره امیر عبدالرحمن خان که بسر یکی از تپه‌های شهر کابل قرار داره بودیم. وقتی در داخل زندان مگشتم به این فکر کردم که کاش روزی برسه که هیچ نیاز به زندانی نباشه و همه انسان‌ها بتونن در کنار هم راحت زندگی کنن و آزاد. تشکر که بیننده بودین. تا برنامه بعدی.